مشاور رئیس دستگاه پرزیدنت اوکراین میخائیل پادالیاک روز 24 مای سال 2023 در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ایتالیایی اعلام کرد که حمله جوابی ارتش اوکراین علیه روسیه در بعض جبهه‌ها علاقه آغاز گردیده است. پادالیاک بدون آوردن جزئیات تنها گفت که حمله جوابی چند روز باز در طول 1500 کیلومتر خط جبهه جنگ آغاز یافته است. در بعضی جبهه‌ها زدوخوردهای شدید رخ داده ایستادند. هرچند پادالیاک درباره حمله جوابی تفصیلات نداد، ولی برخی رسانه‌ها می‌نویسند که به ولایت بلگراد روسیه با ماشین‌های زیرپوش وارد شدن سلاح به دستان از کورپوس اختیاریان روسیه و تحولات اخیر در جبهه باخموت را می‌توانند بخشی از این عملیات جوابی ارتش اوکراین باشند. قرار معلوم ارتش روسیه برای بیرون کردن سلاح به دستان از ولایت بلگراد مجبور شد هواپیماهای جنگی نفترین خود تمغه سو-34 را به کار بیاندازد. همین طور پیشتر پژوهشگاه مطالعات جنگ نیز در گزارش روزه خود خبر داده بود که نیروهای مسلح اوکراین در جبهه باخموت به پیشرفت‌های تاکتیکی نویل گردیده تشبث را به دست گرفتند. این در حالی است که مالک و فرمانده چریکا واگنر یوگنی پریگوژن سانحه 20 مای سال 2023 دعوا کرده بود که با گذشت 224 روز به جنگجویان او میسر شده است که شهر باخموت را که در روسیه آن را ارتیوموفسک مینامند پرغصب نمایند، اما اوکراین آن را رد میکند و دیگر منابع معتمد نیز تا به حال از سقوط شهر باخموت خبری ندادند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نیز بنا به گزارش خدمات مطبوعات کرمل نظامیان در جبهه باخموت را تبریک نموده وعده جایزه دولتی به آنها داد. پوتین بار اول از زرخریدان واگنر همچون نیروهای تهاجمی یا شتورموی اتریادی نام برد. تا این دم پوتین همیشه چریکا واگنر را همچون یک شرکت خصوصی که به محافظت بناها و دیگر ساختمان‌ها مشغول است به قلم داده اشتراک جنگجویان واگنر را در جنگ سوریه، لیبی، سودان و اوکراین را انکار می‌نمود. از ماه اکتبر سال 2022 این جانب زرخریدان واگنر و ارتش روسیه برای اشغال این شهر تلاش دارند. بنا به معلومات استخباراتی امریکا سر از ماه دکبر سال 2022 تا ماه اپریل سال 2023 روسیه حدود 100,000 سرباز خود را از دست داده است که از این مقدار زیاده از 20,000شان کشته شده. تقریبا نصف آنها را زرخریدان واگنر تشکیل میدهند. ولی فرمانده واگنر پریگوژن روز 23 مای در یک مصاحبه پرسر و صدایش در کانال تلگرام آنلاین تلفات جنگجویان خود را 10,000 نفر برشمرد و کشته شدن 10,000 دیگر از اختیاریان و سربازان قراردادی ارتش روسیه را هم تصدیق کرد. در همین مصاحبه خود پریگوژن وزیر مدافع روسیه سرگئی شایگو و دختر و داماد او را زیر تازیانه تنقید گرفته طلب کرد که برای نجات ارتش روسیه شایگو باید از وظیفه آزاد کرده شود. همچنین او به سردار گنجشتاب ارتش روسیه والری گراسیموف نیز در هفته خواستار از وظیفه گرفتن او و به جایش تعیین نمودن ژنرال سرگئی سوروفکین شد. والری پریگوژن در مصاحبه خود تاکید نمود که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را گوش میکند. او از سرگئی لاوروف سر کرده تا دیگر منصبداران روس را تنقید نمود که زن و فرزندان خود را صاحب کردن نمیتوانند و آنها در کشورهای اروپایی و امریکا از حساب مردم روسیه کیف و صفا گرده گشتند. اشاره پریگوژن از جمله به دختر و داماد لاوروف بود که اشتراکشان در یک توی در گرجستان اعتراضها را در آن کشور به بار آورد. پریگوژن گفت باید فرزندان منصبداران بلندپایه روسیه به جنگ سفربر کرده شوند و آنها نیز در قطار فرزندان مردم عادی باید قربانی دهند.